مومن مرتبه بلند است. مومن مرتبه از اسلام از مسلمان فرق دارد. اگر همچو تنها آورده شود ای مومن ها گفته شود، مسلمان ها هم زیر کریمه مومن ها می درآیند و عکسش ای مسلمان ها گوید مومن ها هم می درآیند. لیکن مسلمان و مومن هر دوش در یک جا آید. مسلمان آدمی هست که گناه میکند، گناه کبیره هم میکند، گناه صغیره هم میکند. اما مومن آدمی هست که گناه کبیره نمیکند و در گناه صغیره بردوام نیست. از گناه صغیره هیچ کس سالم نمیماند. گناه صغیره از همه صادر میشد، لیکن بردوام نمیکند. یک بار صادر شد با بیچاره توبه میکنه، استغفار میپرسد، عملهای صالح را زیاد میکند و گناههای صغیره به 5 وقت نماز در مسجد خواندن و از این جمعه تا این جمعه و از رمضان تا رمضان بخشیده میشد. و این چونی الله تعالی گفت که این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از گناههای کبیره پرهیز کنید ما گناههای صغیره شما را میبخشیم. یعنی گناههای صغیره به سبب عملهای دیگر بخشیده میشد. از گناه صغیره هیچ کس یعنی سالم نیست، معصوم نیست. گناه صغیره از همه صادر میشد، لیکن از شخص مومن گناه کبیره صادر نمیشد. وقتی که کبیره که صادر شد و علاقه از مرتبه مومنی و مرتبه مسلمانی میفراید.